پیش از آن که به خانه روم شما را خبر گیرم گفتم که از تنها ماند به خانه رفتن هم نمیخواهد. نه یک نفر خوراک میپزد نه یک نفر پیشواز میگیرد. به خدا حتی خوراک نمیخورم. خوب کردی که آمدی. البته بیو، تو جیانی من هستی. امانت رحمتی برادرم. تشکرم. با تو قلچکند آوردم دوغن. نمکت پختم. اولش نصیبی تو بوده است. گیر پسرم. تشکر ینگه. دست شما درد نکند. من دستم رو شویم. میلش. سعیده چی شد اکای دوغن؟ سعیده برای پگاه آماده شو. با هارون میگریزید. پدر و مادرت نفهمند آماده شو. پگاه در وقتی مثل روز از خانه میبرایی. من همه چیز رو تیار میکنم. فهمیدی؟ چرا شما به ما کمک کردن میخواهید؟ هارون از عمر کمک خواست لیکن وی رد کرد. در این حالت به شما هیچ کس یاری رسانده نمیتواند. گوش کن. عشق و عاشقی چی بودنش را خوب میدانم. برای همین از من شوپه کردن در کار نیست. فهمیدی؟ آماده باش. فهمیدی؟ روک ما. دیر یک چای گرم بیارم. نه نمیخوام. خوش بشه. خیر. اوه شام بخیر امک. شام بخیر. یک چای بنوشید؟ چایم را نوشیدم میروم. اوه باز با من نوشید. هرموز برای ما 2 چای بیار زود. کمی گپ زداخن. یک نقشه بسیار جالب دارم امک. اگر خواهی از عمر خلاص شوی برای انجام دادن نقشه کمک کن. چه نقشه؟ سعیده رو میگریزانیم. با همان هارون جوانه یاری برسونی. عقلت را خوردی داغم. من نه. عمر یاری میرساند. خوش آمدید دکای دوغان. امیدوارم خبرهای خوب دارید. پروا نکن پسر آهنگر. همش از روی نقشه. سعیده را خبردار کردم. روشن‌تر فرمانید. گوش کن. امروز امک حمزه به قهوه خانه می رود. من رفته ینگه حلیمه رو به گپ می گیرم. همان وقت سعیده از خانه می گریزد. چی؟ من چی کار میکنم؟ صبر کن سراسیمه نشو. تو در نزد خانه ولنگار میستی. وقتی که سعیده میآید مرا انتظار شوید. شما را به خانه در باغدهی بابایم میبرم. بعد دوامش را مصلحت میکنم. مالش. تشکر اکای دوغان. این خوبیتون رو هیچ گاه فراموش نمیکنم. دوستی حقیقی در همین وقت معلوم میشود هارون. نصف روزی در خانه ولنگار انتظار شو. تا بازی دکای دوغان. التماس حلیمه از چشمت رو نکن. باز از خونه بیرون نبراید. در این سن مثال شرمنده نشد. حمزه بگو با وقتی به خانه برگشتنت قهوه آوردن رو فراموش نکن. تمام شده است. فراموش نمیکنم. حلیمه تو هم گفتم رو فراموش نکن. سعیده رو با دقت نگاه کن. بعد دادیم شرمنده نشویم. پروا نکن. خدا نگهبانت. تشکر. خداحافظ. ینگه چی شد دان؟ ینگه با شما صحبت کردن میخواهم.
اما در خانه نمیشود. با سیده نشنود. در مسئله پول ببیرم براید. ببیرم. خوزه. بگو چی شد؟ ینگه اما که حمزه به شما پول دادنم رو فهمید است مگر؟ چون که از گپ زنیشان معلوم که از چیزی گمانبر است. چی گفت؟ به فکرم تو برای تقسیم کردن پول بسیار داری. گفت با من اشاره کرد، لیکن من نادیده گرفتم. خدایا امید فهمیده است؟ نخو. نمیدونم ینگه، فهمیده است گفتم نمیتوانم. اما چرا بی یگان سبب این خیل گپ زدن؟ نه انیق فهمیده است. من رفته خودم با او میگویم. ینگه سراسیمه نشوید ینگه. شاید نفهمیده است. حاضر نفهمیده خودمون رو بای ندیم. شاید من خطا کردم. این خیل نمیشود. بای ندیم. راست میگویی. البته ینگه. خدایا بسرم چی بلا آوردم دوغن. ایستید ینگه. اگر فهمیده باشد معلوم میشود. شما حاضر چیز نگویید، اما با دقت باشید. خیر من رفتم. خیر سلامت باش. هارون سیده هنوز برای برگشتن وقت هست. خوب فکر کردی سیده؟ اگر حاضر رویم دیگر همش رو میفهمم هارون. من تنها با تو بودن میخواهم. برای این به همه عذاب ها تیارم. ببخشید توتی های عاشق، گپتان را بریدم، لیکن رفتنم موندن بود. تشکر کیدوغان. اگر شما نمیشدید کارمون خیلی مشکل میشد. بله اکیدوغان، ما از شما قرض داریم. هیچ خیل قرض. رفتیم بعد دعا میکنیم. اگر به دستی اما که حمزه افتید برای دعا کردن فرصت نمیابید. رفتیم. سعیده دخترم تیار شو. چنگیز با مادرش میآید برای خرید میروید. بعد اینقدر عذاب‌های داده‌تون انا چی نصیبتون شد؟ باید میفهمیدید که غیر از هارون کسی دیگر رو نمیخواهم. من با او گریختم. حقتون رو حلال کنید. وای خاک بر سرم. سلام سرما. سلام. کار تموم شد؟ بله، اما نمیرم. تو را منتظر میشم. ببخش. لبای مادر جان. فهمیدم. خدای توبه. چی واقعه سرما؟ سیده با هارون گریخته است. چی؟ تو دیوانه شده ای هارون. عمر دیوانه. عمر گوش کن، از خواهش میکنم با این کار همراه نشو. اکنون با این کار همراه نشده نمیشود سرما. انا میبینی همراه نشوم اگر باز یگان واقعه میشود. در کنار استم با خوبی حل نمیشود. عمر تو
آرام شدنی همه اینجا میمانید و بیرون نبرایید. یگان کس نبیند شما را. شما چیکار میکنید اکای دوغان؟ من به محله برمیگردم. اگر در آنجا نمایان نشوم شبهه میکنند. پروا نکنید. بیگاه آمده شما را خبر میگیرم. تشکر اکای دوغان. تشکر زیاد. خیر. خدا حافظ اکای دوغان. تا بیگاه احتیاط شوید. تاریک شده ایستاده است. اکای دوغان کی میآید؟ باز یگان حادثه نشده باشد. پروا نکن. کمتر پس میآید. اینقدر به ما کمک کرد در نیمی راه نمیپرتوید. سرمه حاضر وقتی با تو گپ زدن ندارم. التماس با گپم گوش ده. مرا باید گوش کنی سرمه. گوش کن. تو میدونی که پدرت جای آنها را فهمیده است. چی گفتی؟ و یادتاشین است سرمه. هارون را کشتنش ممکن. من از پشت آنها نمیروم. اگر پنهان شوم دقت جلب میکنم و عمر گپ زند و از پس این کار شود تا جنجال کلان نشود. حالا آنها در کجایند؟ به خانه باغداری بابایم گریختند. زودتر دو خانم سرمه. با عمر زود خبر رسان که به مرگش دیر نکند. شام بخیر. شام بخیر عمر. هارون به دکان آمده بود؟ نه نیامده است. میلش تشکر. سلام باش. در کجایید هارون؟ به سرت بلا آوردی بلا. توی داغان فهمیدم امک. در کجا بودنشان را فهمیدم. چی؟ در کجایم؟ دختران را با کجا برده است ویسر؟ در خانه باغداری بابایم امک. عمر برای گریختنشان کمک کرده است. چی گفتی؟ چیزی که شنیدید امک. عمر وقت نرود هاشیم. زودتر ویسر رو یافته دمش رو بریدن در کار. میرویم که آدم ها تیارند. ایستید. این را گیرید. در براتون باشد. خوب چی می شود معلوم نیست. معلوم است که عمر با ما دشمن است. رفتیم. این کار را کرده باشد پس یراقم دارد. اگر مبودا یکم بیعقلی کند دستتون خالی نباشد اکا. بیعقلی کردنی وی لازم نیست. جزای این کاری کردهش را میدهد خیلی که نباشد. پرداخت کرده البته. این را دشمنی ناموس میگوید. این مار اژدها شده است. مار بچه و زیر کرده نتوانستیم. حاضر وقتش. زیر میکنم. چنان زیر میکنم که در قبر پیرمها بر رویش نگاه کردن نتوانم. راه کرده میرویم.